کانال و اینچنین هواداری نوروزها جشن نوروزی آمد بر منطقه یکم چسکه عقیده سونیوم. همتون رو خوش آمدید میگیم با افیر. خوش آمدید نور دیده سر. و اینچنین من خواستم که اولین شده شخصیت بزرگ خدمت میکردگی انسانی که هستند واقعا اسرار عزیز است که همیشه در پیوسته در خدمت خلق هستند. خواستم که از زبان اون کس برای شما یک سخن تبریکی شود برای شما دوستان. سلام بسیار گرامی. امروز در خواجگی دهقانی سامانیان مردم شریف خواجگی جشن نوروز را استقبال می‌کنند. در این روزهای پرفیض فتوح، در این روزهای بهاری، در این روزهای خرسندی و تمام اهل دیار تاجیکستان و تمام کل مسلمانان تمام خوشی های زندگی را آرزو میکنم. بگذار در دل چی آرزوی و چی مقصد و مرامی که داشته باشند الها جامعه عمل کشد. از زمان شاعر گفتنیم نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای بخوشنگ برآمد. مرغان هوا جمله نمودند پرواز، دل من از قفس تنگ برآمد. بار دیگر نوروز آل مفروض و کل مردم شریف تاجیکستان مبارک و فرخنده. رحمت سلامت باشید دوست عزیز. من تمنیات و تبریکات قبول کنید دوستو. انشالله دوام مشروب و طرز رفتی آمادگیری مردم سامانیان چگونه نوروز و که سرشویش آمادگی گرفته ایستادن برای مهمان قبول کنید. میدان سازی و یک خرسندی کودکار میبینیم که در این نوروز خرسندی کرده تماشا میکنم. اینجا دوستا رفتیم. خدا همتون رو نگه دارد. برای شما تماشای با فراغت رو خواهانم دوستان. و حتما وقتی گوشتین شاید با من نوار میکنم. پروستا تو اینکه آغاز چیزی همین نوروزی من کمی افیر میکنم دوستان. زنده باشید. مرکی های دکتر پیر دیار السلام علیکم. تینجا خوبه سازه سلام تو خوب است مردم. نوروزی عجم تو جشن ملت هستی، تو رمز صلاح و صلح و وحدت هستی. هر کجا انجمنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. خوش آمدید دوستو. عبدالسلیم سفرزاده سلام گفتن. عبدالمسلم سفرزاده اکا خداوند نگهبان باشد. پرویز سفر طاهر جان تاختمت سلام. تاجیکان نوروز مبارک. همه تینج امان قرار کار دهخان مانده نشده گشتم می. رحمت دوستو. UFC نوار کنید پارتی کنید. انشالله حرکت می کار میکنیم برای شما دوستو. احمد بیک صالح زاده السلام علیکم به کل برادران. نوروز کجا هست؟ نوروز منطقه یکم چسکه کلخاز سامانیان. معلم میگو تبریکات تیار کنید من چق زده میبیام. من دوستان همه خرسندی سرچه حاضر کمی بر وقت هست نوروزی. ولی خدا خواهد فرصتش میبیاد و حتما برای شما نوروز جالب انتظار شوید دوستو. من شاشلیکای بابا طاهر کسی یاد داشت. با کسی عروسی بچه‌ش در نوروزی دوشنبه چی خورنا گیرم داد میگیرم بهترین چشم کار شده شای سمو مرا تومه به مزار شوم کار برای من نهاری گرم نه اکای عبدالنبی نیز این چین در خدمت مردمی سامانیان زنده و سلامت باشند. خدا در کسب کارشون برکات دهد.
یه زنده و سلامت باشن اکو. السلام علیکم. پینجه خوبه ساده معلم پینجه خوبه ساده دم تو در فرمای افیر اگر خواهید یکو سخنی تبریکی کنید اگر برای کلی بیننده های کانال ما برادرایی که در خریدن یه روز نوروز تبریکشون میگم که هر روزشون نوروز باشه. بهترین تمنیات زنده و سلامت باشن. حاضر یک من گرد میدان میگردم. این میدان نمکک آغاز یافتگی است دوستو. السلام علیکم. خدا باشه. پرویز سفر سلام علیکم. خداوند نگهبان باشد. احمد بیگ صالح زاده السلام علیکم به کلی برادران. اکرام سفر نوروز کجای گفتید؟ نوروز منطقه یکمش است که کلخوز سامانیان پیش وقت اورژانکی زمین گفتم. اکرام سفر ششلیک گیرید گفتن. شیراز شانمت زنده باشن اکوی شیراز شانمت 95 معلم جای میخواد سخنی تبریکی ما ویدیوهای شما رو بسیار می‌بینیم باور کنین فرمای افیر شارگود به من شخصا مخلص این ویدیوهای هم برای کی آورده می کار کنن این بچه‌ها بسیار می‌بینن که باور کنین وقتا شاد میشه تمنیات تبریکات باشد میگه ما به نوروز مبارک باشد پروردگار ده هیچ کسی از کم و کم بود برخوردار نکنند. این سالی فراوان و سالی برار و سالی کشایشی کار دهقان و مهاجر کرد پروردگار. همه ما را تنی صحت عطا فرموده صلح و امان را در کشور عزیزمون پایدار بماند. بهترین تمنیات زنده و سلامت باشید معلم کریم. خدا نگهتون داره. شما حال راستای نکو حال این غلطت که این غلطی ده. فریدون فخردین سلام علیکم. نوروزتون مبارک شود. رحمت دوستو. اکرام سفر و غلبه شیراز شدن عید نوروز مبارک. رحمت بلیت گرفتم حتما بیاید دوستو. از این خیلی ایدهای بهاری بهره‌مند شوید. مسجد 1980 سلام علیکم. بابای محمد طاهر ششلیکچی را سلام گوید حتما. مولک دولت از کره سلام به اهل دهه زنده و سلامت باشند مردمی که در کره عین زمان ما رو نگاه کرده ایستادند. فریدون فخردین نعمت جان سلام گوید حتما. من از پیرای دیار چگونه آشی نهاری برای مردم آماده کرده ایستادند. حتما برای شما نوار میگیرم تا اینکه شما ببینید واقعا یک آمادگی خوب دیده ایستادم دوستان. السلام علیکم. پیرا دیار تینجید خوبه؟ سلامتیت خوب است؟ خدا هم موتون نگه داره. تمام مسافرها حاجی بابا حاجی ها مسافرها حاضر خدا را تماشا دارن. دعا کنید در حقشون. شما دعای شما را یک شنیده با خرسند میشن. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگار در عمر جوناشون در کسب کاراشون در رزق روزیاشون برکات. الله اکبر. ان شاء الله من به سحر دعای پیرای دیار هم گرفتید. خدا خواهد با یک دستگیری کنید دوستان. زنده و سلامت باشید. زنده و سلامت باشید. و علیکم سلام. راستی گفت مرارنیک فروش تال نامده. مولا حافظ نوروز مبارک. رحمت دوستان. فرخ به السلام علیکم. اما سلطان دولت و بنوار گیر یک دوست سخن کند برای مسافره سرگوت. حتما اون کس رو ببینم برای شما از اون کس یکم خیلی اینترویو میگیرم دوستان. شیراز شانیمت بابا طاهر ششلیک سودا دارد سلام گوید. انشالله اگه چرخ زده میرم دیا مالک دولت آمین آمین. بابا یارو سلام علیکم. شادآور تبریک کنی.
شاداور کی بود؟ انشاءالله حتما تبریک میکنیم. این محلی تاشکن محله من این محلی تاشکن محله برای شما آمادگی دیسا جان. من خدا خواهد از زکای بدل همدن برای شما یک دعای نیک میگیریم مسافر رو در حقشون دعا کنید همینطور ما رو نگاه کردیم مسافر رو من هم شده مسافری نداره که شویش کاراشو کرده این نوروز به همه مسلمان‌ها مبارک باشه. رحمت برکت باید. بهترین تمنی دوستو زنده و سلامت باشه. مسافرای شرکت این که هی یه بار من خبر شده یه بار بوی که برای محسن الدین بیچاره زن داره کم یاره چیز من حتما میگم من حاضر اون کس دعا گرفتیم بر مسافران تا مسافران نگاه کردیم گوشتین که سر میشه من چخیره دیسایت بین میدان مد پرتوف شدن خدا خواهد سر میشه به پرنگی ساعته 10 سر میشن نوروزی بچه رسید بیان نوروز یاد کنن ها سفر گوشتین که سر میشد. تبریک چو کرده خداوند پیره دیار عمری دراز با برکت بیاد و همیشه دعاگو در حق بندگان الله باشند. زنده و سلامت باشه. إلى خلون كشاشكا رئيس الأمريكا إلى نوروز بخشي بخرساندي بخوبي قدر إلى خلون كشاشكا رئيس بهترین تمنی دوستان. پریما افیر اون تبریکات باشد اگر انا در حق مسافرها تو شما رو عین زمان نگاه کرده مسافرها انا کسی که مسافر یاد کرده بود زنده و سلامت گشتن دیگه سلامت باشه میبیایی زنده و سلامت باشه سلامت باشه میبیایی این محلی خودی ما دیروز من آرامیج افیر کردگی بدم دوستو من بعضی گفتن که چی تگش به عروس داماد میگذارتن نه این بلکه اینم خیلی سایگی میکند اگر موادو که باران شود اگر در باران امین نگه میدارد جای تازه و آزاده من دوستو خدمت کردم. نوروز عالم افروز تجسمی فرهنگ قدیم خلقای آریان نژاد و مشرق زمین است. امام علی رحمان زنده و سلامت باشید. نوخه سخن تبریکاتی باشد که گم زنید. اینجا محلی سامونیون یک اینجا آمادگی دیستادیان خدا خواهد دیگ هم اومدین در دیگ گوشیز ها؟ گوشتین کی سر میشه ساعت 10 اکو تبریک چو کرده خداوند حاجی مال بازار دویم چسکر 2 هفته نپرتاب شده راست میگه دوستان همین دیگ محلی ما دم خورده ایستاده است خدا خواهد اولین شده همینجا آش میزنیم آسیای میری به نوبت میریم اکو فرگشت دادیم که زنده و سلامت باشند دوستان. 36 نفر این زمان نگاه کرده لایک ها کم حتما لایک ها رو هم زنید دوستان لایک زنید. تاجیک علی تبرک حیدر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوبه خدا رو شکر. اینجا محلی کجا کو منم محلی زیبا ملک دسترخوانش آماده کرده ایستاده است. این زمان اگرچه خالی هم باشه ساعت 10 بیاید حتما پر می شود پر می شود اینجا دوستان.
حتما با چیز بیارم میخواد تبریکات باشه که خالمرزا از نام محلی زیباملک میتونید بیننده کانال من تبریک کنید. رحمت ملیکویچ سلام علیکم و علیکم سلام. خرسندی بچه ها هر دو کنار ندارم، من هم همینجا توپ شدیان میبینم چیکار کرده ایستادن. و علیکم سلام یحیی جان چخیل تینجه سومی سوزه سمت خوب است. میخواد تبریک میکنیم مسافر رو نگاه کردیم. شعر نوروزی اون که میدونه گوی محلی کجا پیرو دسترخوان نوروزی رو آماده کردن برای مهمان ها رو انشالله اینا قبول میکنن. من دوستو همه اینا مردم خدمت برای دوستو من دیگه آشونن در بالای پورتر آماده. ملیکویچ سفربای کریموف سلام علیکم. اکا خالمرزا گوید که آب اومده. مرزا شمسی قربانم چادرها مزاشون نه اکا ساعتی 10 میشن نه خیلی تشکیلی رو سر کرده نه پروسته اوز بروقت ایدیا. من از فرصت استفاده بود در این بروقتی کمی نوار کرد افیر کردم بعد از اون بعد افیر نمیشده بعد نوار میگیریم دوستان. میرخان سلام برادر. مولا حاجیف نوروزی نوبهاران به دیار مسجح سامونیان مبارک. سلام از سخلین زنده باشند مردمی که ما رو عین زمان از سخلین نگاه کرده زنده و سلامت باشند. خدا همشون نگه دارد. نو محل تو چیده اکی محمد امی؟ محل تو این محلی نمونه چیز دارد نو محلی خطا؟ محلی فاتح آباد برای مهمانو دسترخوان نوروزی آراسته کرده است. پیرای دیار همش همینجا با خدا همشون حفظ کند در کسب کارشون برکات در زمین دهقان برکاتش رو ریزه و ریز گرداند پروردگار. من حاجی را خداوند عمرشان باقی نگه دارد. حیات النبی به در اومدن سین 63 به در اومدن حاجی تبریک میگویم خداوند حفظ در امانش نگاهشان دارد عمری با برکتشان دهد که فقط در نزد خداوند سرفرازشان گرداند. خداوند سلامت باشند. شادی محمد زهردین سلام علیکم. من پیر دیار من در عمر شما نیست خداوند برکات دهد. شادی محمد زهردین 107 شد دیروزنگی گفتی شما 107 با حتما تماس گرفت با همون جوهی در کاری. پرتاب و مولا پرتاب سلام علیکم مبارک شود نوروزی ما مخلصای کانال شما از یکترینبورگ. مردم یکترینبورگ خداوند نگه دارد در حفظ امانش. خال محمد نگاه کنید یعنی شادی محمد شما رو عین زمان نگاه کردیم. من 24 مرد در شخصه میدارم. محلی ما به سلام گوید. از نام شادی محمد پسر حاجی هم متون سلام. سلام شما حتما رسید. گپ نیست برادر برای مهاجرا یک خدمت کرد. زنده باشید. مرزا شمسی قربان نوروز در حاجی امیرو کی شود دوستان در رایان هوا یکم میستد. بهترین نوروز انشالله اگر نصیب باشد که با همونجا را نوار میگیریم دوستو.
احمدبک صالح زاده خداوند عمرشان دراز کند. جوربک یارم زادروز حاجی مبارک از نام ما رسانید. جوربک یارم شما رو تبریک کردم به زادروزتان. زنده و سلامت باشید. محلی مومن آباد من ماشاءالله استاد عزیز خودشان در خدمت. خوب شده 100% میتیمش. زنده و سلامت باشه. پرتو از طریق بچه سر چی؟ جوربک یارو حاجی عبدالجلیل هم پیشکی به زادروز مبارک. زنده باشند. امیمه از اون بچه ها سرگوت سلام گوید انشاءالله. مال بازار مسجد سلام علیکم دوستان. آفرین به پیش و شما نیست. خیلی پیشروی ها رو خواهانم اکای مالبازار مسجد کسانی که عین اون 39 نفر تماشا کرده مالبازار مسجد کانال بهترین است حتما دستگیری کنید. جوربک یارو استاد سلام گوید انشاءالله. استاد کجای رفتن؟ استاد جوربک یارو شما رو سلام گفتم. معلم جوربک شما رو سلام گفتم. اینطور جوربک یارو سلام تو هم رسید اکای جوربک. بهترین کریل اشورف نوروز مبارک رحمت دوستان. من سلام به شهر سرگود. من از اون مبارک باش. بهترین سلامت باش. من زنده و سلامت باشم دوستان. جوربک حاجی عزیز سلام گوید دعا کنن انشاءالله. اگه حاجی عزیز دعا میکرده پیر ما از این پیره دیار خدا خواهد یک دعا میگیرم برای مسافرها بعد از اون بود دوام میدیم. پیره دیار در حق مسافرها اینطور شما رو نگاه کردیم دعا کنید. الله اکبر. بهترین تمنیات از پیر دیار ترکی آقا. معلم سلام گوید من در ولادیواستوک تماشا دارم. زنده باشد مردم ولادیواستوک. خدا همشان نگه داره. بچه تیومین بچه سرگود من کراسنایرس من زنده و سلامت باشم. من همشان در حق شما دوستان دعا کنید. اکود پیر در حق یک دعا کنید. باید مجیم مسافر پیشای شکار کرده زیادی کاراش الله. من بهترین تمنیات از طریق بابای مرجمیل خدا در حفظ امانش نگاهشان دارم. السلام علیکم. محلی کجا اینجا؟ من محله راگیف. من بهترین برای شما دسترخوان نوروزی را آراسته کرده ایسان. این زمان حتما مهمونو تشریف بیارید به محله راگیف. باز وقت نفس سر شده. حالا برای کار شما معاف کردم. خدا سلامت داره. در حق دخلا با انشاءالله انشاءالله. ایسا پخته دستان شما محمد جان. انشاءالله. ایسا بده بس پول بده. محمد نوروز مبارک شود. رحمت. کریل از سرگود به سامانیان سلام. گلمراد سلام علیکم. میرخان ایرکوتسک. فریدون فریدونوف آمین. کریل اشرف فیضی خانه سلام. فیضی خانه شما فیضی هستن؟ فیضی شما رو کدام سلام گفتید. جوربک یارو میرزا حسن به سلام. جوربک یارو شما رو سلام گفتید. نگاه معلم یا آش قزار بوده نمیدونم. اوه چی داره؟ صبرالدین به سلام. کریل اشورف شما ایمنه سلام گفتن. جوربک گفتن که میدونم میدونستیم.
از زکردین چیکار کار شده؟ انا بهترین کسی از زکردین یاد کرده بود نه اکو از زکردین. من نویره اما که همش به نوروزی برآمدن. خدا نگهشان دارد. عمرشان دراز نگه دارد دوستان. صبرالدین سلام گوید گفتن. شادی محمد زهرالدین سلامت باشن. زیبی راگیف فریدون فخردین سلام گوید اکای زکردین انشاءالله. من محلی گوشت اگر نگاه کرده باشن کسانی که گوشت رو میدونن حتما خبرشون تید که از افیر ما عقیب نمونند ببینن این محلشون چخیل دستورخانی نوروزی آماده کرده است. پرویز نصیر سلام از سرگود نوروز مبارک. بابا بهرام و رحمت زنده و سلامت باشن. یا نو محله تو چیزه؟ نو محله تو چیزه؟ من محله افتابرو برای مهمانان دسترخوانی خود را آماده کرده است. حتما مهمانان مرحمت کنید دوستو. من اکیر جمع احمد زنده و سلامت باشم. خدا نگاهشون. صبور صوفی سلام نوروزی ها مبارک خلق سامانیان. گلمراد گوشا من بابا مراد صاف امین همین کس زنده و سلامت باشند. خدا و دسترخوان دهخان فیض و برکات عطا کند. پر از نعمت باشد. سخنی تبریکی داشته باشد دیگه گوید همین تا 40 آدم نگاه کردن ار مسافری 40 آدم نگاه کردن. مبارک شود نوروز وقتی من زنده و سلامت رحمت دوستان. اهل خانوادی گوشه سپانسر کانال همش همینجا بود. زنده و سلامت باشن. خدا در عمر جانشون برکات دهد. بچه یکوتیا؟ بچه یکوتیا. همین حاج بابا اوکی عوض محمد السلام علیکم. یا تینجه نظر سلامت خوب است برنامه مونده کلونیا تینجه خوبه یه برکی آویده مسافران ما رو نگاه کردن در تلفن در حقش یا دعا کنه یا دعا شد همه با شما با همون خانواده هم میمین مردمی هم مردم با هم میمین و با پرورگار بزرگ ما پرورگار عالم ما پرورگار میرون ما عرض میکنیم که حجاتونه حجی هم باشونه همین مردم حجاتونه روزن ما صافشون پیری نیکاشون کاری نقصاشون دستی به خیراشون کاری مناسباشونه کاری خوشهاشونه من کاری نقضیاشونه همیشه پرورگارم بزرگاشو خوردن آمین. هم حسون با خانواده شما با اینجا هم میمینا به این یاد محمد به سلطو بلی با من اینا رو مادمی سر من عمر دراز میگم رزق رو بو میگم شایش میگم براری کار میگم آمین. ساعت خاطری جمعات کنم آمین. ساعت سلامت باشه تیم باشه کارات و نقش و شیستاتون افحالات و نزدیگاناتون گوش و آغاز شده دست از خونات و پشت و یکی کارات و آمین. ینگلوناتو ملعر شد نمونی چینجی نمونی سهری نمونی ارزونی چند دارن دستری مردم برداشت کنم آمین. دارن دستری هم شمارم برداشت کنم پرور بازم پرورگاری بزرگ ما پرورگاری عالم پرورگاری مردم بازم ازگی میکنم که هم حاصل پرورگار یک شای شکارتی هم آمین. اما کاراتو با برکی شود شهرها مناسب شود خونه مناسب شود هم ذاتو منم مناسب شود در بین مردم آبراتو بلند شود در بین مردم
حرمتاتون بلند شود. آمین. در بین مردم سر حرمت شوید. آمین. در بین مردم کاراتون بسیاری من برکاتون پروردگار بسیار کنم. بسیار روی خوری که میره اصل میره. آمین. دایم چیزی امونی صحت سلامتی چیزی همین مردم ها بازم یک شایش کاراشون چنکی دستارخوناشون پول شد. من از زندگانی هاشون نقش شد، شستاشون نقش شد، افحالاشون نقش شد، زندگانی هاشون نقش شد. این سهره آرم من که یک شایش کارتی هم بروحی بابای دی خود من سخن میگوید در نوم شما را ما یک شایش کارتی هم همین مردم هم شایش برای کار که نیست هر تو خاطریز هم طلب میکنه هر تو پرورده دایم همین مردم سعد سلامتی چینجی امونی من به وقتی تا من شایش کاراشوتی هم براند کشت سر کنم. من باد هوا نغزای زمین نمش نغزای یک گرمی شود من دو روز پخت میبرو برم. من زندگانی همین مردم ما التماس میکنم خواهش میکنم از پروردگار که همین مردم ها یک روز بازار که یک شایش که یک چنین ساعت خاطری جمع که چنین ساعت خاطری جمع دلی بیغم دایم وقتا چاق باشد خرسن باشد به درد بیرنج باشد من روی خوری که میره. آمین. الله اکبر. برکت. بهترین تمنیات بهترین دعاها از پیر دیار اکی عوض محمد بود. زنده و سلامت باشن دوستانی ما. خدا نگاهشان داره. ماشاءالله بهترین دعا کرده. فریدون آمین. جوربه یا آمین یا رب العالمین. آمین. معروف جان قاسم سلام علیکم. نوروز مبارک و رحمت به شما نیز مبارک گردد. روزی خوب. مرزا خان بابا جان خدا 100 سالت کنه در حق ما کرده ایستاده دو گفته. آمین. سفر سلام. موسفه 100 ساله شد. جوربه یا را تبریک کنه از نام مسلمان های کره خصوصا شاگرداشون گم نیست. مولک دولت اولوغبک عبدالغازی آمین. ایوان این دفعهش مکتب ده نه واقعش از این میدانچه همین ورزشی سامانیان در نزد فیزلیچه نیست سینا. زنده و سلامت باشه. من آواز خورشید جان برای شما یک سخنی تبریکی میکنم برای مسافران نگاه کردی استادیان منه. مسافران سلامت باشن. منه بهترین تمنیات. من از نام رئیسم دو میگیریم برای مسافران. دو کنید. آمین یا رب العالمین. بهترین زنده و سلامت باشید. مضبوط محمود سلام علیکم. نوروز سامانیان ایوان هفت فهمو نوروز علیمزاده سلام اکا نوروز مبارک شد. رحمت خورشید سلام گوید. خورشید نکروز علیمزاده نکروز شما رو سلام گفته. علیمزاده میشناسید چون میخندید عدنان دود برون زده یا محلی کجا اینجا؟ من محلی ریاضت نیست. دسترخوان خودش را حاضر آماده کرده است. خدا خواهد ببینید که مرحمت مینم مهمانو از تمامی گوشه کنار همین دیار و بیرون از این دیار. مرزا خان گپ نیست اکا جان ما شما را تماشا کرده استیم. زنده باشید. مولک دولت نکروز کارتون چی بخورشید. زنده باشید. پیرب جان نارو سلام بچه سرگوت رسانید. زنده باشند مردمی سرگوت. مضبوط من خورشید سلام گوید دیگه قزاقستان نامد خورشید. فریدون سلام گوید با محله ریوموت که این محله شما فخردین از شما میتونید همیشه یک سلام گوید دوستان. این محله شما از پس این محله گوید
مردم آمادگی دیستن. من از خودی که مهرآباد نیست مهمونا آمادگی هستم. اکوی مشرف جان با سرچشان. سلام گوی بچه دست بار داره. دست بار داره با تلفن. سلام علیکم داوود بورا گوی بچه. مانی فخردین فریدون فخردین محلی شما همش آمادگی دیستن برای همین مهمونا من دوستا. شناسیت شما اگر یکون شه حتما سلام میگوید. 2008 آخر نکردن. فرام جان نور یک بار بچه گوشت را سیامکه کنید. نمیدونم بچه گوشت در کجا باشه. مسجد سیتی سلام علیکم در شهر مسکو از نوع بچه های پادولسکی سلام خدا رو میرسونم. کمپانی استافتا زنده باشند مردمی کمپانی استافتا. فریدون فقط سلام ما رسونه به همه دوستان انشاءالله همش میرسد برای شما دوستان. بابازاده نوروزتان مبارک باشد مردمی سامانیان. خداوند نگهبانتان باشد. از نوع مردمی زرافشان بار دیگر تبریک میگیم. رحمت دوستان زنده و سلامت باشید. اگه ملاجمه را سلام گوید حتما بازگردم حتما برای شما سلام میگم. بچه کی میشی؟ رحمت مسجد سیتی زنده و سلامت باشند. مراجعین هم آمده است. سلام علیکم. من خدا خواهد اکه ملا قربانم در خدمت میشم. زنده و سلامت باشند. زنده باشند شعرهای کلوب که این زمان ما رو نگاه کرده ایستادن. این حالی پیش و پیش حالی آمدی نوروز. زنده باشید. فیض‌الدین صفای و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تینجا خداوند نگهبان باشد. دودر توشکم محله را یک بار نشان تید همه مردمی سامانیان سلام گوید انشاءالله. زنده و سلامت باشید. من یخماس هم آمده است به دیاری ما دوستان. بچه کی میشی؟ بچه مزبور تاکسی چون میکنه اینجا؟ نه مرحبا تیاره مرحبا. نه همیشه شهری که بابا تیار. نورالی صابیرov سلام. نیکز علیزاده همون گوشتین که باکس شود اگر سیامکه کنه التماس ما انشاءالله در خدمت هستیم. نصیب دوستان. پیرو جان نور میرسید یک بار فریاد کنید. میرسید مسجد چخیل ناس همه خرسند دارد. بله سال زاده مهرآور سلام علیکم. در پیشتون گذشته رفت بیک عمرزاده سلام اسپید نکردم. بیک عمرزاده را سابشینشان خونم. خنده شو چی گپه نوروزی مرحمت به نوروزی سامونیان منطقه یکمش است که نوحه مسجد خنده شو. فیض‌الدین صفای روزی بیگ سلام گوید. اوسقای توشکم محله را سلام گوید. حتما مسجد سیتی گوشتین که سر می شود خدا خواهد میشه. نظر السلام علیکم نوروز مبارک. ای واده یه نیم پیاله چای هم گیر بیو که دهنم خوب شد. سیگار به خدا چای حالا داره اشتیه صوف یه چای تو صوف شد اگه دهنم خوک شد به گبزنی. نه من صوف شد باشم محمد امین یک کم در آب رزه فرمای فیر شما سخن کردن گرد نگاه کردن. سلام به هم مهاجران برادران. این در عقیده سامانیان نوروز برگزار می‌گردد.
به تمام مسافران تبریک میگیم. سلام به همتون. من از زنده باشم، سلامت باشم. هر دی بیا شادی کردیم. ساعت 10 سر میشه. این بچه کولوبی. سلام علیکم به بچه کولوب که این زمان ما رو نگاه میکنن. نوروز به شما نیز مبارک شود. گوشتین رحمت منم. زنده و سلامت باشم منم. دوباره باز گشتیم به همین بهترین منم. شاشکی پداست بیام. شاشکی دهی پداست. میتونید اومده خریداری کنید با لذت است. یک کاش در وطن می بودم نوروز میرفتم زنده بود منم. احمد بک صالح‌زاده میرزا احد از نام ما سلام گویید. حتما دوباره باز گردم و نزدشون به اون کس نیست سلام میگویم. بهترین اینجا ناحیه مسجد منطقه یکمش است که کلخوز سامونیون. مرحمت کنید به نوروزی. و علیکم سلام. انا خدا خواهد چادرها با دوباره پر شده ایستادن دوستو. حتما مهمونا باشه دیگه مرحمت کنید دوستو. مسجد کولوب به پیش رحمت. دوستی عزیزی کولوبی ما زنده و سلامت باشه. بهترین بیگ عمرزاده اینام بچه انگرسک سلام. و علیکم سلام بر بچه انگرسک زنده باشند. بچه کولوبی سه شکری الله سازم رحمت اشما پرسیم. خدا به شما هم تینج در فضای تینج و آرامی وطن میخوای نوروزی رو جشن گرفته است. جشن بهاری انشالله بعد از این مردم دهقان همش با کار و بار صحراها فعالیت میکنن دوستان. همه کسا بچه سامونیان تماشا داریم. افیر شما را زنده باشید. خدا همتون نگه داره. من مردم همه خرسندی امودی نوروزی. ما که کار دارم ها الله نگهبان باشه زنده باشه. کشایشی کار تل ایلم در پای شما خار نخلد که آزار میاد در مسافرت ها و در کسب کارتون برکات بیاد. ایلم همیشه تیز پلنی کاریتون بود شود و دوباره به وطن عزیز بازگردید نزد زن و فرزند و پدر و مادراتون. کولوبی دوستم ما سمیر تجکه هم به نام شیدم خانگی ها سازم زنده باشید. میرزا غیاس فیضیه سلام نوروز مبارک. نوروز مبارک. مجید لطیپوف نوروز مبارک. زنده و سلامت باشید. یا تشنه شده. والا ما مجبور ما چای گفتم که نیافتم اونجا ششلیکچی مجبور شش. نه من کم نمیدونم که یا برگر که دیگه با برای کی اوه؟ هم ماست اینجا بوده. نیجنیات هستم دیگه از این بچه چی بزیب نوروزی بیام دست من دوستان. تو بلوگ کردن کم تی ماشین تو پارتود. همین یا مخدر سانگ پارتود. دانم تو زیاد. تو تاکسی رکلام شده؟ بخدا تاکسی دوشنبه میکنم مشکل بخدا تاکسی. تاکسی آفریقا گوید. تاکسی آفریقا اکر جام. سریاز نه. نمرات دو هفت 15 04 04. اینجا آویادیه. من آویادیه. افیره هر چیزی. افیره. نه افیر باشه. سریاز نه. کنی مردم مکی گشته. نظر الهیم همه ما را به نوروزی دیگر رساند. امید. ها در حق آدمای بیمار دعا کنید. آدمای بیمار را خداوند شفا دهد.
کلوب به پیش قشلاق روغ کی سیامکه میکند امروز راست دیگه نمیدونم چون که من محلی خودمو به هستشخیل من جای دیگر میرم نوارگیری حتما اگر ببینم تا عبید اگر بعد از عبید باشد ممکن که روم دولت محمد عزیز السلام علیکم جشن نوروز مبارک زنده باشید مجید لطیف تاجیکستان به پیش بیگ مرزاده نوروزتون مبارک سفر و رحمت برای بیگ نوروزتون مبارک امیر جان رجب زاده اینان بچهای کدوچی سیتی زنده باشن بچهای کدوچی سیتی فریدون فخردین سلام گوید با بابا شما رو سلام گفتادم فریدون فخردین سلام تو گفتادم بچه خورنا سلام شما میرزا خان خلق مسجد از نام بچه کولاب سلام بگو رحمت دوستم حتما سلامی گرم جوشان این بچه کولاب به مردم مسجد میرسانم زنده باشید برکیو پیولی این محله به سلامت دوستم شوی سیده گفت دوستایدو شوی وای بودن لیمون شوی بود شوی بکلاشکا من خدا خواهد یک آمادگی دیسادیان محله ها دومونه سخنی تبریکاتی ها که یک تمنی دعا باشد برای مسافرها حوض 54 نفر از مسافره خودمون سر کرد تا خودی کم کولابی ها ما رو تماشا کردن دعا باشد اگر ها دوش کنیم پروردگار شما رو مقصودم با مولاتشون خدا و تیمی ساجد حاطی جام شد با مستقیم به نزد خدمتشون الله اکبر بهترین دعا تمنیات از اکای دومالله زنده باشن من محلی تاشکن محله مردم قرار دارد در اینجا اکای فایزدین هم هاتون سلام گفتن فایزدین صفای محلی تاشکن محله را خصوصا سلام گفتن همین مسافران نوروز مبارک باشه بهترین همه با یک سیمای خوش و خرسند همه را تبریک هستن دوستان اون مردک چقدر گریخ برا بچه سلطان خوجه دمونجا گفتم ما حال میگم تبریکات تیار کول دیدمش همین رو گذاشتم سپیچال هندم برا بچه تاشکن محله فایزدین صفای هم موتون سلام گفتم من این پیره دیار عبدالملک ظهوری اون سخنی تبریکاتی گیرم سلام و درود به نام بچه‌های کره زنده باشن السلام علیکم میگم خیلی سخنی تبریکاتی برای نوروزی باشد حاضر پرامای افیر 59 نفر اهم جاها ما رو نگاه دارن نه یکم وقت پرامای افیر نبود ما رو نگاه کن سخن به نام آن که عالم آفریده است ز مشتی خاک آدم آفریده است در این روز پرفیض بهاران تمام اهالی جمهوری را به مناسبت عید نوروز عجم تبریک مبارکباد میگویم و میخواهم به خاطر روز نوروز از استاد لایق یادآور شوم و یک غزل آنها را پیشکش شما میکنم که فرمودند ای جمالی بهر بر شاد آمدی ای بهاری سبز و تر شاد آمدی از قدم هایت دلم گل میکند ای عروسی رهگذر شاد آمدی در دلم کردی ز چشمی گل نظر گل جمال و گل نظر شاد آمدی از لبی هر غنچه آوردی پیام از سخاوت از ثمر شاد آمدی از قدم هایت دلم گل میکند ای عروسی رهگذر شاد آمدی
در کنارت میبرد انسان به سر، یک دمی بیدردی سر شاد آمدی. ای بیا گل گفته و گل بشنویم، گل به دامن گل به سر شاد آمدی. خداوند کریم همه ما را به نوروز آینده برساند. آمین. برکه آوند. از استاد تبریکات تهنیات رو شنیدید استاد. زنده و سلامت باشند. عبدالملک ظهوری بودن، شما رو با نوروز تبریک کردن. این بچه زیب میدان دو قدم اینو آینده اگر خدا عمرشان بخواد همه خیل تمرینو کردن گرن انشاءالله اگر اینو بیرق بردار میشن برای این دولت ملت. آقای رحمشا هوای گوید انشاءالله. اسمت الله علو مرزا خان امین اکا جان نوروز مبارک. عوض من اشورم نوروز نوحان مبارک، پیروزی کهن جوان مبارک، گوشتش نرسد به خاک کاش، پیروزی پهلوان مبارک. از استاد جورابای یوسفی بزرگمهر حاجی قربان سلام علیکم دوستم، نوروز مبارک باشد. مجید لطیف اکا نام چیه؟ نامم محمد خوجه، اختصار نام کانالم ام خوجه. هلال الدین شاه محمد زاده اکا تمام شود همشه پرت این پرمای فیره خودش باید سخرانی شود. چه جه که سیل زنده باشی احمق، زنده باشه شما استاد سلامت باشند. مرزا خان نوروز مبارک، زنده باشی اکا جان. اولوغ بگی عبدالغازی بهترین. اسمت الله علم و تلفنم به پهلو دارید. به پهلو دوستم نشسته این که یک راست میستم. حقیقت نام آثاره، حقیقت خانه میخواند که در گفتاری شاد ماند. ترینرشون سلام گوید. ترینر عبدالرافع علی فرصتی علی گیری ندارن. بهترین احترام پیش گرفته دوستم از شهر سقوط تماشا دارم نوروزی ها را. زنده باشید. نظر عبدالرافع حیان ترینر. بله Voy a reclamar para el fútbol, ¿ah? Vamos, pero. Tocho. ¿Ah? ¿Nunca? بعد از نوروزی ساعت 4 بازی میشد بین دستای سامان یک و سراغ چمپیون ناحیه. ساعت 4 اگر کسانی که بخبر باشه حتما مرمت میاد به همین میدانچه. ساعت 4 با فینالیستی ناحیه مسشاه سراغ دستی سامان یک بازی میکنه. دوستان زنده و سلامت باشید. خدا همتون نگه داره. این تحفه نوروزی، تحفه نوروزی در اینجا.
گردیسی پیمان میخوانم حبیب می سرایت شوقتی اینو بچه محله مومنه همه شتا که پدراشون بینن اگر حتما این بچه ها رو شناسند دعاگو باشن من حکم ملا قربان اون خواست سخنی تبریکاتی باشه برای مخلصه من که این زمان من نگاه کرسادیم یا اون خواست سخنها باشه بگذار هم تو سلامت باشن نگاه کرسادیم نکو اینا جیانی خدمه اوینده من خودم تربیه میکنم برای این محلی ما شیروش همش برای مهمونا رو قبول کردن آماده هستن اگه کار میکنی احتیاط کن خودتو در دو پلوانا نمیبرای تجورا تو نون درونی جورا سنگش که هستی هم آدم میمونم ماشالله ایلی قوت یا بابا به خریدش و پیناپلی چی کسی گیا این بود یک حد شوخی از جانب مولانبک اشورو دیما به سه چیز بازی نکنه با آب و با علاب و به هر دیما فرامه فیرانه اتبایی هم من استو محله فیض‌آباد آمادگی دارد برای دسترخوانش من گفته کدام بود گفت که چادر مزهش نه چادر همش مزهش آمادگی برای مهمونا آمادگی دیسا تیارگی دیسا تیارگی دیسا کی مهمونا بیاین بهترین زنده باشم من همه با یک سیمای خرسند نگاه کرد ایستادن چگونه نوروز میگذرد زنده و سلامت باشه من مهمونا از درفشانم زکولیس می ایستادن نگاه کرده خدا خدا خوش میگون زنده و سلامت باشه این دخترچی کیه؟ دختر که فردوس دختر که فردوس هم در میدان شد در شخصیت شما برای هر یک خاندان شما عمر دراز رزق روان صحت و سلامتی صحت و سلامتی را تمنا دارم و نوروز خجست‌آبادتان را مبارکباد میگویم. همکاران عزیز، مهمانان گرامی، چنانه هر سال در ایام فصل بهار نوروز خجست‌آباد را در تمام منطقه‌های وطن عزیزمان تاجیکستان جشن گرفته ایستادند. از آن جمله امروز در این دهه زیبا منظر سامانیان مردم سامانیان نوروز خجست‌آباد را جشن گرفته ایستادند. بار دیگر نوروز خجست‌آباد همه شما را مبارکباد میگویم. التماس همون متصدی میدان همون بچه‌ای که میدان همون جایی که جا پرتافتگی بیرون مانه التماس و مهمانان ایستادند. هم درآمدگاه ورزشگاه التماس خالی کنید. درآمدگاه ورزشگاه حفیر خدا خدا اکای شکر دیدم یک تمنیات یک برای مسافرایی که این زمان ما رو نگاه کرده هم خیلی سخنی تبریکی میگویم بهترین انسان‌ها حیوانات فقط دعا بکنن دستگیری کنن بچه‌هاشون یا مشغولن. بله بهترین حتما فرزنداتون باشن در خانه با تلفن ها مشغول نشن به همین خیلی میدانچه آمده تمرین کنن یک خودشون قوی گردانن دوستان. منو پرهیز و بهار من همینجاست تو بارون بلا پیش تو آرام
انشالله بابای نرزیبک سلام گوید حتما. خیرام جان نارو اکوی ام خوجا من قطعی گوش شیشتم پسری همی سپونسر کنادا یا نشون دی. وقت سپونسرهای ما را یا اون خیلی درخواست مینه ما حتما اولین شده درخواست اون را قبول میکنیم چون که اونها منی معنی دارن. بابا گلمرو بچی گوش کوه شما هوای من هوای بیاره پهلوان و مسعود گوش هم نگاه کن. سنگی محمد سلام علیکم گوش شکردین منا گوشا سرتون منا دیده دوستان دو سلام گو دو سلام پلا تمام سلام گو حال گوشتین گای سر مته فهمیده گوشتین گای سر مته تو او اشی اوه شاید قصد تبریکاتی باشه برای مسافر به سلام خدا خدا مردک به یک تموری انجام نمیرسد حبیه بر وقتر حرکت کنید هی کنید تمام دیگه هم نیست کشتتا مردم میدونم زای بخدم گوشت دیده پسرتونا نوروز مبارک باشه برادران سامانیان. در جاده گوشتی همین منطقه یکم چسکه خورشید سلام گوید میگم گوشتی در جا نکتن اکای عبدالوهاب سلام گوید اکای عبدالوهاب کی بدن एकदम سلامت باشه دوستان. من شما گفتیم گشتی همین جیبه میرم داوزی من گفتم تو رفتی می بیام من سراسیم میشه السلام علیکم معلم جان عزیز تیج خوبه سلامت خوب است نوروز مبارک شود دوستان. این زمان یک 6 آدم نگاه کردم مردم مسافرت در همه جا خواستم پیش شما هم سخن تبریکی یگون شعراتون باشد اگر یک سه مصر زمزمه میکرده تا اینکه دیگران نیز از این چیز بی بهره نمانند. همون موقعی که در اصلا میدونید تبریک کردن شما روزدار همه روزدار روز نوروز بود و خدا کنه که با سری بلند با دین سر نوروزتون مبارک باشد. بهترین تمانیات رحمت سلامت باشید. من دوستان عزیزی ما شما خودتون نگاه کردید چقدر یک با خوشی خرسندی مردم گشتی ساز در این نوروزی ها دوستان. چو کرده؟ اینجا بیا. سلام علیکم. نورف منم. وای سال تبریک کردی آدم ها این سال میکنی؟ شبا نمیتونم های که یا گم کردی؟ کچکی میشی؟ ها؟ تبریکی باشه دیگر مردم در فرامه فیل شما نگاه داره. ایوان دست خرمایده مردم یک بار در نزد من میشن در هیجان میافتن نمیدونن چی گفتنشون. حالا شاید همین بابا برای من خیلی سخن تبریکی گویم. سخن تبریکی برای مخلصا این زمان ما رو نگاه کرده.
سلام عرض می‌کنیم به همه مردم مهاجر ایران. به همه ما معلوم است در خواجگی به نام سامانیان نوروز خجسته رفت می‌شود. ما همه مردمی تاجیک و تاجیکستانی و از داخلی کشور و برون از کشور را به روز نوروز خجسته تبریک میگیم. فراوان دعا می‌کنیم که همه مسافرین را در خانه عائله‌اش نگه دارد که همیشه شادمان و خرم همیشه هر روز ما کنیم. بهترین تمنیات. سلامت باشید. ایوه که تبریکات تمنیات خوندن در خود. خورشید اندی ملیشه سلام گوید انشاءالله. ملک شادمان اسلام و سلام نوروز مبارک شه. گل مراد سلام گوید. الله اکبر دیو نیست گشتینگیر نه و کولا بنده اینجا مسچو. الله اکبر دیو گشتینگیر نیست می پیری کار گل مراد مکس ککار رایون مچینسکی رایون مچینسک جماعت مچینسکی میرزا غیاس فیضیف سلام علیکم بچه اکا شمسین همسایه توتخولا الشیخ نوروز عید ایمان مسلمانان نیست ملیک عادلبک نرزیف گب نیست. الله اکبر دیو نیست می نظام الدین رحمتوف سلام علیکم دستور بود. در حلقی سامونیان نوروز مبارک شود دوستو. زنده و سلامت باشید. ایشان آجی دیگه کایمه کنه. ایشان آجی دیگه کایمه کنه. شرمن داره. کجا اینجا مسجد نوع مسجد یکم شسکه کلخوز سامانیان نوروزی دارد. کسانی که در این نزدیکی باشه حتما مرحمت کنید به نوروزی سامانیان. آمدن حافظه که آمدن مهمانان از سه پر گوشتین است سردادانگری مردم تماشا کردن فراوان می‌دارند. التماس متصدی میدان هم بچه قدر جایی که پرچتن از خط بیرون کنند التماس اما درآمدگاه ورزشگاه التماس بچه میدان آدم کنار استادگی هم بچه میدان تمام بعد به فکر من وقتای شما را نمیگیرم مسافرها که همتون کار داره. من خدا خواهد از این پیر استاد معلم شمس‌الدین یک تمنیات یک درخواست دعای برای مسافران میگیریم ان شاء الله حتما دعا میکنم خدا رو دل خودمش کرده چوش که آخری کار همش بخیر کنه. بهترین اکای شمس‌الدین بهترین تمنیات داره. خدا نگهشون زنده و سلامت باشن. من اولی وقتم نیست وقت کارم. با فکرم یک برای خیلی بسیار معلوم میرسند که التماس همون نمایندات از درآمدگاه ورزشگاه مانند پهلوانی که از دیگه منطقه‌ها میگن دعوت شدن به نزد دو صفحات آموزش دادن.
من اکه میرزا جلیل میخواد نگم که سخن تبریکی ها دعا کنند در حق مسافرها. الله اکبر بهترین زنده و سلامت باشه. به فکر من اکنون افیر قطع میکنم بعد گوشتینگا میشه اگر من گوشتینگا رو نوار میگیرم دوستان. زنده و سلامت باشن دوستان. یک تمنیات یک تبریکات از این معلم میگیرم بعد از اون افیر قطع میکنم چون که شما هم کار دارید. وقتی کاراتون هست فرصتی تماشا هم ندارید به فکرم و نوار میگیریم کم کم. من استاد عزیز ما حاضر برای ما این سخن تبریکی از نوروزی برای دوستان مخلصا میکنم. دوستان زنده باشید. رسول علی مرحمت. بیا تو فتگی. خیلی که میبینید امروز مردم باید به ارتباط به دقتی ورزشکاران برسیم بازمای بازمی تیار شدن گرم از وزن 50 بالا با یعنی جماعتی دیوت سامانه باشن از ما خواهش کردن که برای مردم یک تبریکات گفته باشیم، تبریکات ایدانه کرده باشیم. خیلی که شاعر میگوید فرخنده بهار آمد نوروز مبارک باد. فرخنده بهار آمد نوروز مبارک باد. خندیده نگار آمد نوروز مبارک باد. سرمای زمینستان رفت با برف و شب هجران یار به کنار آمد نوروز مبارک باد. خیلی که میدانید این همه غمخواری ها این همه دستگیری های بی واسطه اساسگزار صلوات ملی پیشوا ملت میباشد که سال 2011 از طرف خوب دست درآمدهای همون ورزشگاه 14 اوپل اسرائیلی کیه دام بیرون تیموس هم ماشینی بیرون گیرد باید ما مهمان هم استودیم. امروز تمام دنیا ما رو میشناسد. امروز با انعنه نوروزی ما تمام 14 اگر ماشینی گیرد نمراتون میکنیم. چگونه که شما قبلا شاید دیده باشید در دسترخوان‌های ایدانه ما همه خوراک‌های ملی نوروزی با من دوید ترسی نمروش میکنیم. من از فرصتی مناسب جریمه 1000 سومانه من نمرو کم 1000 سومون میگیرم. به نوروز عجم به نوروز بین المللی تبریک مبارکباد میگم. خداوند کند که در هر یک خاندان تاجیکستانی فیض و برکت فتور خوشبختی و سعادت همیشگی نصیب روزی کرده باشد. سلامت باشید. میندار هستم. ما میخواهیم که موفقیت همیشه یار و کنارتون باشه. رحمت تشکر زیاد دوستان. زنده و سلامت باشید. همداران عزیز مهمانان گرامی علیکم سلام علیکم و رحمت الله. هر سال آمین. چنانه میدانید که ما این جشن نوروزی را خوجه تکسیس نشده سر دیاری دولت شاه نظر ما تماشا کنیم جشن میگیریم. من این توفای دیسادت با تشبس سلامت باشید دوستان. سخاوندان دیار جوانمردان دیار که حالا من نامه های اونا رو میگیرم برای گرم کردن میدان خداوند همتشان را زیاده گرداند. در اینجا همتگزار شدن گل محمد سلطانوف، ملا حسن کوچکوف، کامران سلیموف، مختار حکیموف، قاسم رجبوف، ملا عزیز عزیزوف، حسن الدین ایماردینوف. من را سیگف منتداری خودم را به این شخصا میرسانم که همت خود را دریغ نداشته برای بازم خوشرنگ گذاشتن این نوروز خوش‌استیفه ما برای این پهلوانان همت خود را دریغ نداشتند و دعا میکنیم که همیشه خداوند نگهدار اینا باشد. همیشه همه وقت همین خیل برای دیار خدمت کرده استویند و ما در حق این برادرها همیشه دعا میکنیم. همداران عزیز بار دیگر نوروز خجسته همه شما را مبارکباد میگویم. از متصدی میدان خواهش میکنم که به ترتیب انتظام میدان رعایت کرده استید برای آنکه
در گوشه و کنار دیار ما مهمانای دعوت کردگیم. همه مهمانایی که از بیرون دیار میبینید التماس به نزد دسترخوان دعوت کنید و یک پیاله چای نوروزی خود را نصیب کنند. اقبال سلام تو میگو. با دقت هواداران گوشتین میرسانیم که امروز ما از اولی سخن من گفتم از وزن 50 بالا به وزنی باشند مرحمت برآمده هم گوشتین تاجیکی هم گوشتین کرش را در این میدان قوازنمایی کنند. این میدان برآمدن خودش یک دلیری شجاعتی پهلوانایی نشون میدهد. اینجا یک کس برای حتما مغلوب می شود، یک کس غالب می شود. برای همین رو افتاده شدن در کار نیست. این ورزش خودش همین است. ورزش مهمون اکجای حاجی امیرов با کمربند سیاه با گوشتین تاجیکی مهمون از خواجگی همسایمون از حاجی امیرов در اینجا تربیه میگیرد. سلامت باشید. از مهمونا باشم مرحمت داره با این اینجا نوحیه مسجد خوبی خود را سنجد. تبریک میگم. التماس هم ماشینی که آمد در اومدگاه ورزشگاه با همین خیلی نقض نشان دسته یا افیرا تیزش کنه اکو ملکه قاسمی کسی شناسه دیگه حتما یک زنده باشن. سلام رسان سامون سامون مجلتی ها اکا صاحب کار انفرادی اخد یکوتیا من اصلا سخنی شما نمرد گفتم گشتم اومدم سفر به از زنده باشند دوستو. برهان تاجیکستان با پیش همه را که نام غریبا تبریک نده که محیدین عمر شکردین به سلام از مسافرای کراسنایارسک. صفی الله آخونزه سلام علیکم نوروز مبارک زنده و سلامت باشند. من این پیره دیارم کم موندگی هستم. خدا در عمر جانشون برکات دهد دوستان. او رحمت در سرگوت برف ریخساس خیلی اونجا سرگوت اینجا تاجیکستان عزیز. احمد بک سالیزه اسرائیل سلام گوید از نام بچه های کگلیم. کگلیم سلام اسرائیل. نظام الدین رحمت مراد سلام گوید برنده را انشاءالله. صوفیا رمضان گوشتین دکنسه پرمای بکن تماشا کنین. اینجا کجا اینجا مسجد نوحه مسجد. من همین شیر بچه ها همش خدا خود میدان میتصفون دیگه. من همین شیر بچه ها من خدا گو من ندارم نیست بره چه میدان از دلی رسمی بود که بابا تینجا سمتت خوب است.
من سپانسر کانال ما اکه لایق شون من زنده باشن بچه‌هاشون نوروزی با آوردگی هستن تماشا با من دوست زنده و سلامت باشن اوکی ملک تینجه سلامتیت خوب است سلام علیکم بود اینجا فریجان رسال لاشره رو یاد کردیم میگم هم نصیب بیاد خدا خد با لاشره عمر باقی باشد این لاشره رو هر روز میخوریم اینجا مسچا سامانیون مسچای کوهی ما اکا دهاتی بچه لیب و برنده را سخن کنن زنده باشن سلام علیکم معمول بطره ما گیرم که با در نیم کار و گفت که زرده ادا نشود با برای دوستان نوار کنیم نازه اوش پخت رویم اوش پخت ساده هر موندن گره دوستو زنده و سلامت باشن شیره زرفشان نوروز مبارک باشد از شهر مسکو سلام علیکم مرحمت کنه بیا قصد کنیم تبریکی بر بچه زرفشون نگاه کردن همین تو اوه روام طرفتون نه پراموی برافت داد با پراموی و گم میزن آخی من مهمونو از زرفشان برای مردمی سامانیان نوروزی رو تبریک میگویند تبریکاتی انوم بچه زرفشان برای مردم سامانیان خداوند پهلواناشون الهی همه وقت سربلند کند قوت کرد الله اکبر آمین بهترین رحمان زنده و سلامت باشه من پهلوانی میشناختگی چند کس میشناختی همراه غیاث الدین زنده باشن بهترین شد آه بهترین اکو عثمان جکسون اینجا تو بسده اخیده مومن دولت بک نوروز مبارک از شهری مسکو از اخیده زرفشان از نام من به همتون مردم سامانیان سلام رحمت کلان برای نوارتون برکه یابه مومن دولت بک شما سلام گفتن رئیس از زرفشان مومن دولت بک از زرفشان
سخت سلام دعا کنید با تو جنازه فردوس حسین سلام اکا امروز نوروزی سیم شسکر نوار گرفت پرت لایک مو بچه مسکو راست گرمز همین در دیار عزیز خودم هست چکر من دیگر دیار میرم اون با بخشش میپرسم اگر توانم با گفت یکی جا خونجل اگر حتما میروم دوستان آرین محمود مهمانان عزیز، مهمانان گرامی، از همه شما خوش میکنیم که برای سالن آلینجا محمود را دعوت میکنیم یک قرصکی زیبا برای حافظه خوشآواز. پس زنده و سلامت باشه. غیاث‌الدین سلام گوید. علی پهلوان کشتی کراش در میدان حریف خود را انتظار مرحمت. بزمی اگر باشد حریف خود را انتظار از صاحبای میدان، از مهمانان از منطقه سیوم، از منطقه دوم میدان اول گرم کنید. تیموس مهمانان برای پهلوان حریف خود را انتظار است. عالم جان مرحمت. از زنده و سلامت باشند دوستان عزیزی ما. من افیر را قطع میکنم. به نظرم افیر را قطع میکنم چون که ولی اگر ارتسا خونه السلام علیکم در اون خیلی مردمی شرفمند مسجد باستانی نشان ما امروز با دادر عزیز ما صبح‌الدین جان برای تبریک شما آمدیم. به همه شما نوروز عالم افروز مبارک شود. نوروز مبارک. سلامت باشید. مرحمت سرودهای ما بهر شما. خوش آمدید.